من میخوام راجع به این قضیه صحبت کنم که اثرات گردشگری انبوه چقدر میتونه مخرب باشه. شما فقط اون قضیه زباله‌شو میبینید. یکی از بدترین چیزاش گرونیه. گردشگر وقتی میاد خب همشون در سطح‌های مختلف میاد. تقاضای زمین در اون منطقه زیاد میشه. میان زمین میخرن و میبینیم که گاهن خیلی از دوستامون دیگه پر غیر بومی شده. دهیار شده اصفهانی، شورا شده تهرانی، اصفهانی، بوشهری. یا میبینید که مثلا تابلو میذارن به این روستا ممنوع حضور بومیان. بومی حق نداره بیاد تو اون روستا چون کاملا شکلش عوض شده. اینجا تعارضات فرهنگی رخ میده. حتی در روستاهایی که گردشگری هدف وجود داره میبینیم که همه شاکی هستن، حتی اون مغازه‌دار، به خاطر که اون منفعت مالی که باید ببره نمیبره. مردم محلی وقتی که زمین گرون میشه، وقتی که پوشاک گرون میشه، ارزاق گرون، مرد نمیتونه نون پیدا کنه و نون بخوره، خب درگیر میشه با مسافر. منفعت کی میبره؟ بنگاه اقتصادی بزرگ. ولی مردم محلی ما میگه آقا من که منفعتی نبردم، من که هیچ منفعتی نمیبرم. بس بنابراین اینجا تعارضات فرهنگی پیش میاد، مقابله پیش میاد، درگیری پیش میاد. با یک محاسبه سرانگشتی، یک حسابداری سبز ما متوجه میشیم که ما داریم ضرر میکنیم تا به جای اینکه منفعت ببریم. اونجاست که ما باید گردشگریمون رو از انبوه تغییر بدیم. یکی از مشکلات اصلی کشور ما اینه که قوانینی بازدارنده‌ای نداریم. یعنی گردشگر هر جایی که دوست داره میتونه بره، در صورتی که در خیلی از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه به شکلی هستش که مردم اجازه کمپ زدن در هر جایی ندارن جز پارک‌های ساحلی و پارک‌های جنگل. خیلی از مردم ما هنوز آگاهی ندارن که جنگل و ساحل متولی جمع‌آوری زباله نداره. یعنی فکر میکنن که شهرداری داره، دهیاری داره، یا یکی هستش مثل محیط زیست یا منابع طبیعی، میگن آقا شهرداری مرده یا الان دهیاری مرده، نمیدونم محیط زیست چیکار است، چرا نمیاد رسیدگی بکنه تو جنگل. و دولت هم نیومده روی این قضیه کار کنه که بیاد اونجا سطح زباله بذاره تو پارک‌های جنگلی، احداث کنه پارک‌های جنگلی رو یا پارک‌های ساحلی رو، امکانات بذاره و مردم در اون محدوده بتونن استفاده کنن. سه تا شبکه محیط زیستی داریم، گیلان و مازندران، گلستان، و داریم تلاش میکنیم که ممنوعیت ورود گردشگر به داخل جنگل و اجرایی بشه. یعنی کسی نتونه بیاد در هر جایی که دلش خواست کمپ کنه یا آفرود بده یا این اتفاق بیفته. اگر این ممنوعیت شکل بگیره و اگر این سر سامون بگیره، خیلی مسائل ما در این خصوص تا حدودی حل میشه. حبیبی هنو گنگ ندیدی، استراتژیک مثل جنگ صلیبی، همش ایدافت بهم میگفت عکس نگیری، همه پلی میدن میگن ناجی بوده کارو. خیلی ناراحت میشن که میگن آقا شما همش این شعور اجتماعی دارید تکرار میکنید. واقعیتیه. یعنی ما در کشورمون نیومدیم رو این قضایا کار کنیم و در نتیجه میبینیم که حقوق شهروندی همه ما داره پایمال میشه، به خاطر اینکه ما نمیدونیم مسئولیت فردیمون تا کجاست، نمیدونیم مسئولیت اجتماعی چیه، و وقتی اینا رو ندونیم قطعاً مسئولیت حقوق شهروندی هم آگاهی نداریم. پس نقش اصلی ما سازمان‌های مردم نهاد آگاهی رسانی به مردمه و دولت‌ها باید با سازمان‌های مردم نهاد، شهرداری‌ها، دولت‌ها با سازمان‌های مردم نهاد در این خصوص همکاری داشته. بعضیا میگن انجام موقعی به وجود میان که دولت کارشو خوب انجام نمیده. نه، این نیست. درسته یه بخشیش هست. وقتی انجیو زیاد میشه یعنی اینکه شعور اون جامعه ارتقا پیدا کرده. مثلا یه انجیو وجود داره تو امریکا فقط سرنگ میاد پخش میکنه به اونایی که تزریقی ان، هیچ نه منشون میکنه نه توضیح میکنه که اینا مثلا بیماریهای دیگه مختلف نگیره.
اگر میخوایم در بحث گردشگری موفق باشیم و گردشگری انبوه رو حذف کنیم، اول باید به جامعه محلی کاری کنیم که منفعت برسونیم، یعنی مستقیم لمس کنه که این منفعت داره براشون. من دهیار ساقلکسار بودم، زمانی که اینقدر گردشگر می اومد قشنگ محاسبه کردیم. اولا جنگل رو بستم، دیگه ماشین نره تو جنگل. هم محلی ها شاکی بودن، هم شورا شاکی بود که آقا دیگه درآمد اون کمتر میشه تو جنگل بستی. خدا جنگل اگه نابود بشه دیگه اینجا وجود نداره دیگه، شما نمیتونین کاسبی کنید که چند سال دیگه. یعنی ظرفیت سنجی کردیم، محاسبه کردیم 2500 تا ماشین بیشتر نمیتونه بده در اون منطقه و بستیم اونجا. گفتم آسیبی که گردشگر انبوه داره به روستای من وارد میکنه، به مردم محلی من وارد میکنه، ارزش ریالی اونقدر نداره که منفعت داشتیم. بعد خود مردم هم ناراضیان، همه میگفتن درآمد اونجا رو باید بین همه تقسیم کنیم. نمیشد، قانون به من اجازه نمیداد. من اومدم یه کار دیگه کردم، اومدیم کسب کارهای محلی رو ما به اینا آموزش دادیم، از پرورش اردک محلی، حتی پرورش زعفران که دیدیم مساعده، کرم ابریشم، عسل و اینا، که بتونم مردم مستقیم درآمد کسب کنن، مخصوصا بانوان. مدیران شجاعی ما باید داشته باشیم، نباید بترسن که آقا جاده رو چرا داریم میبندیم. یعنی واقعا باید جاده بسته بشه. وقتی این همه حجم مسافر میاد، یک محاسبه کنن، کارشناسای عزیزمون محاسبه کنن که آقا ظرفیت استان گیلان چقدره در بحث گردشگر، و این گردشگر رو هنر داشته باشیم، اساتید پخش کنن تو استان. ما خیلی از نقاطمون هستش که خیلی مستعده برای گردشگری، ولی گردشگر اصلا اونجا رو نمیشناسه و خیلی جا مثلا اوسابلانکا همه هجوم میارن اونجا، ولی خیلی از علاقات دیگه هستش که مساعده و میتونه انجام بشه. آلودگی هوا، فاضلاب، اینا رو همه رو محاسبه کنیم در اون حسابداری سبز، متوجه میشیم گردشی انبوه برای استان گیلان متاسفانه منفعتی جز ضرر نداره. درود بر شما.